میخواستم یک چند فکر و عقیده خود را نسبت اون چیزی که امروز در شهر خورک در ولایت مختار کوهستان درخشان برنامه آمده است حرف زنم. پیش از این سخنان میخواستم در مدت این 16 روز بودن در این وظیفه و در این مکان بزرگ احترام عمیق خود را به پیشوای ملت، احترام عمیق خود را به اون نفرانی که در این ستاد شب روز مهنت کردن، با او مادران، خواهران، با او زیایان، با او کارمندان مقامات دولتی تشکر زیاد بگویم که ما از همین همدیگر فهمی همین کار بود که ما در مدت یک ماه توانستیم سپارش‌های جناب ولی را به سامو رسانیم و امید دارم که این کار البته کار یک ماه نیست، این کار خیلی طولانی است. بعضی مسئله این وقت میخواهد و اگر با این راه درست کنیم انشاءالله از اجرای مدت اونا میبریم. من میخواستم در این جاده یک نوآوری بیاریم. ما بسیار میگیم گروه متشکل، گروه جنایتکار در همه رسانه‌های هم رسمی هم شبکه‌های اجتماعی هر کسی سوال میکرد اونا کیستن؟ برای چی یگان کس نامشون نمیگن؟ همون نفرانی که ما میگیم روبران گروه های متشکل جهانی هستند. اینجا منور است، اینجا طالب است، اینجا باقر است، اینجا خرسن زور و او یادگار است. تو بید مردک باری رو بر رو صحبت کنیم که گپ درباره کی میرود، گپ درباره چی میرود. و بعد ممکن شما خبر دارید او واقعی که در او تالار قصر ورزش داشتن، قریب اونجا 500-600 نفر جمع آمدن، همه جوانان و فکر میکنن که در تاریخ امین 27 سال بار اول به طرز کشو روی راست هم دیگر رو گفتن که تو این خطا کردی، تو این کار کردی، تو این کار کردی، این بار اول بود. همونجا بعد طالب برآمد کرده، هم زور برآمد کرده، هم قوت برآمد کرده، هم دیگر ها برآمد کردن. چیزی که باید خواستن در حق ساختارهای دولتی و من همچون کارمند سابق تشکیلات خون خواستم بگویم گفتم و چیزی که من فکر من درباره آنها و کاری که آنها کردم منم حرف زدم. تکلیف ها کردن که اگر پرابلم درباره ما باشد ما میریم 5 کس خودمون در همین میدان میسپاریم. گفتم بهترین ولی هیچ وقت شما این کار کردن نمیتونید. خاروخ جای جنگ نیست. ما دیدیم هر روز تلویزیون تماشا میکنیم. ما دمشق دیدیم، ما الپو را دیدیم، ما عراق دیدیم، ما دیگر جای دیدیم. مردم برآمد جنگ کردن با امر نپذیرتر با اسلامیستان. امروز 10 میلیون آدم آوردن و او شهرها میکردن. خانهشون در کجا بود؟ از اون ملکای نازنین، از اون شهرهای نازنین امروز که با هر کارمند فوند و خان و میکنن و از سوریه که پیش از جنگ چه بود، از لیبیه که پیش از جنگ چه بود، از عراق که پیش از جنگ چه بود، از یمن که پیش از جنگ گریه میکنن که چی بود و چه رسیدن. من التجا کردم از پیشوای ملت که التماس فاروق این جای جنگ نیست. این مردم بینم 1000 یک مشکلات داره. بینم 100 کس روز پیش من بید که جا نداریم، در گراژ خوابیم، در سرای خوابیم، آب نداریم، این نداریم. اینجا یک جنگ دیگر شد. این مردم در این زمستان کجا میبریم؟ من میدونم از اون شدت، از اون تریزه که یک تیر طرف قوای مسلح حکومت بیاد جوابت اونجا چی میرد؟ دیگر از اون نوشانه و چاراشنه و دعواشنه نشانه نمیماند. بعد مثل سیره و مثل چه بیاریم اینجا پلا تمامیم و هزاران نفر در زمستان کنن خیمه و خواب کنن. و خدا رو شکر یگانه امکانی که امروز دولت داده است بیاید یراختن سپاره در کدام قسمت داشتن و حتی در باطن خود تیز زندگی کنید.
و فکر کنم که نوشیروان عادلم در وقت پادشاهی خود این امکان نداد که در اون مجلس و در کل اوکراین از مردم عادی امروز دولت یک چیز التماس دارد، نمیگد برای یراق جمع کنه، نمیگد برای خودشون جمع کنه، یگان گپ که میگه التماس انگام گذراندن یگان عملیات خلل نرسونه، جان خود و جان فرزندان خود را در خطر نمانید. این یک چیز عادی که از مردم طلب میکنن، لیکن افسوس نابسته امی قدبوخوری کردیم، امی خیلی کار کردیم، مردم این کار با قادر نیست. حتی که سامی ستاش گفتن از اجرای عهده فرزندشون نمیبرن. مرا در ما بخوری گفتن که تو همچون رئیس جنگ اعلان کردی. من گفتم اگر اینجا پیشوای ملت مقصد جنگ کردن میداشت، من اینجا رئیس نمی‌آوردم. اینجا یک آدم دیگر نشد که سوال بود بخشید کنم. امروز کل سیاستمداران دنیا، کل تحلیلگران، کل حزب سیاسی حیرانند از تصمیم جناب عالی که چه دیرکتور فوند آخوان امروز اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت است. شما میدونید در گذشته چی گپ بودن؟ مناسبت تشریفات آخوان با حکومتی خیلی است، مناسبت جناب عالی با ورزت خیلی است. این عاقبت یک شخصان کلیدی تشکیلات آخوان امروز اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت. معنی چی است؟ کنسولیداسیا بامورده همه قواصلی برای مبارزه با مقابل جنایتکاری با مقابل ویرانکنی قانون و هیچ نیستیم نگاه نکرده من تصمیم گرفته شده است. و امروز این مسئولیت بزرگ نمیدونم چه سبب باشد که با دوش منو و دوش نفرانی که شما امروز در این تولار شدید هفتید است. یگان خیلی یگان گپ و یگان چیز دیگر اینجا نیست و در چند وقت داشتم با کسی من امی گپا روی راست میگم که کی بود چی کرد چه کرد، دیگر جای ترس نیست. تو دیگر سال بود، تو دیگر وقت بود، اوضاع دیگر دولت، تو دولت نیست که امروز نام طلبت، آر طلبت، یک چیز دیگر طلبت. دنیا دیگر شد، همه قسمت تاجیکستان توانست خود را با سیاست نو مطابق کند، زندگی خود را پیش برد. و طوری گفتن که امروز باید درباره اجرای پخته و میوه و گوشت و سبزیجات میگیم، ما درباره در 5 سال چقدر سلاح، چقدر مواد مخدر و چقدر امانال و دیگر چیزا جمع کردیم. از من سوال کردن درباره این گروه متشکل نقشه کشیدن کی هستن و چقدر آدم دارن. مایلش اگر یادگار 50-100 گز داشته باشد، طالب 50-100 گز داشته باشد، خرسند 50-100 گز داشته، باقر 50-100 گز داشته باشد، کسی دیگر در کجاست؟ بعد 300 کس، 400 کس، 1000 کس. چه هست امروز 1000 کس برای یک دولتی که میلیون نفر افسر و عسکر دارد؟ لیکن میگه در گرد اینا با 1000 جوانهای مغزشوی شدگیه. این پرابلم یک است. اگر امروز با گرد درباره 200 کس، 300 کس، 500 کس باشد، در یک شبانه روز حال میشه. که ما در مدت همین 20 سال کل جوانان خود را از دست دادیم و یا در زیر تاثیر کوچه موندن. خانه پدر و مادر میرن میگه پسرم یک هفته در خانه نیست. در کجا؟ دژور نی، در نوبت است. چخیل او مادر او پدر خواب میکنه که بچهش یک هفته خانه نامده است، چی میخورد، چی میپوشد، دست میشد، روح میشد، در کجاست؟ هیچ کار کرده میگه نمیتونیم. التماس میگه پسر مرا برید به خدمت البی که از این گروه خلاص شود، لیکن نگوید که ما گفتیم. پدر مادر از فرزند میترسن، نگوید که ما نگفتیم. یک بلا کرده و برید. بسیار اولاد دارن که فرزندانشو از اینجا گریزاندن که به یکون گروه امرانشو گرفته بردن. بنابراین ترس من از اون یراق نیست و چندی که یراق داشته باشن من یکون ترس ندارم و این یکون کار کردن با نمیتونم. ترس من از اون ایدئولوگ نادرست، از اون مفکوره خیلی تنگی همون جوانا همون مردم ما است. من خودم وقتی سال 2001
دایرکتور گنرالی برنامه انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان تعیین شدم و بعد با دوشنبه بود میرفتم. زن من، کودکان من گریه میکردن که ما چطور از خوروغ میرویم. جوراشون دیگر شد، منتالیته دیگر شد، دیگر میکرد در خانه این همسا از سال، او همسا از کلو، او همسا از کیم که جای دیگر. حضرت دختر من در بوم کار میکنه، ساری 24 سالش در خانه همسا کسی سور است میمورد میره. کلید ما در خانه همسا دیگر که از نوعی وسی هستن. وقتی که من روز رئیس ولایت آورد اینجا، زن من دختر من گریه میکنه که تو کجا میروی؟ بعد 16 روز برعکس گریه میکنه تو نرو، تو کجا میروی؟ این دوشنبه نوزنی این زندگی را مانده کجا خوروغ میروی؟ وقتی که میکول نمیبند از یک هفته زیاد نمیستن در خوروغ، چون او زندگی را دیدند اونجا. بسیارا در این طولو شتگستی. وقتی که میگه تبریک کرد گفتنت نمیتوانم، لیکن توفیقت میخوام و ناموست میخوام. اگر سالهای پیش یک نفر رئیس ولایت تعیین میشد، این یک هفته توی بود، هیچ قدر خرسنده بود. امروز من به وطن خود برگشتم، زن و دخترم گریه دارد. هموطنانم کورانم میگن که تبریکت نمیکنیم، لیکن توفیقت میخوایم. امروز این وطن من، این کار من در نظر خود مردم تا چه اندازه مشکل شده است. حتی برای به حال من رامشون میاد که تو کجا آمدی؟ این بسیار یک سیگنال جدی برای هر یک نفر در اینجا زندگی دارد و ناموس دارد. این هم که من نبیورم، کسی دیگر نبیاد، کسی کینجا میبید، کینجا کار میکنن، کینجا روبوت میکنن. اگر همین مفکوره جوانان نکشد، در این ملک تورتن به این شهر و به این درخت و به این روشنی کوچه و نگاه کردیم، چرا همین جوانان چه زندگی میکنن؟ حضور ببینید، اگر از اینجا دوشنبه فوق دوشنبه در راه ممکن 50-100 تا توریست میاد ولسپد آمده ایستادن، نه فرهنگ میدونن، نه این نه وای. از کیم کجا از شویتزار از فرانسه از میبین دنیا را تماشا میکن، تاجیکستان را تماشا میکن. از دوشنبه سر کده تو کیم کجا یگان امریکایی نیست که کل امریکا را ندیده باشه. ما باشه 99% مردم بدخشان خطلان و سرد ندیده است، 98% اون طرف بدخشان ندیده است. وقتی که گرد دوباره خوردو میرن، او دانشجویان که با دانشگاه دولتی به نام مانشان زرشاف داخل میشن، پدر مادرشان اول ماتم میگیرن که کجا رفت این دخترم، کجا رفت این بچه، این چه در اون شهره که همه کرمینال و همه دزد و همه افیون و بنگ زندگی میکنن. بنابراین همین مسئله که این روز هستن، این از خانه پیدا میشه، این مفکور از خانه خود ما پیدا میشه. اما سخنی که در خانه میره و کودکان چی میگن، چی خیلی میگن، بعد که رفتن کوچه با کوچه تا دمی که باید دنیا را ندیدند و زندگی را ندیدند و دیگر کارا یاد نگرفتند. در اما شاشورا اما سوال پرسیدن که این مواد مخدر، این یارو از کجا میاد؟ معنای سوال بود که برای چه تو حکومتدار سرحد محافظت نمی‌گفتن جمهوری اسلامی افغانستان. لیکن امروز حتی دولت ابوالقدرت امریکا نمیتونه سرحد خود را مستحکم کردن. گپ درباره 1420 کیلومتر میره. این مگر میلیون سردار داشت که دست به دست تپیده اما محکم کنه. دیگر راه علاجش نیست. یک راه علاجش اون چیزی که انجام میبرن هم موافق وصیت هم پیشوای ملت است و هم رو فرهنگ ما نیست. نه او یراق، نه او مواد مخدر، نه او چیز دیگر. فقط رفتار قطعی خرد قطعی چیزی که واجب نیست، هم از طرف سیاست، هم از طرف مذهب، همین کار باید ما بکنیم. زیاد از من سوال کرده که این کار کی میبرند، حالا که سنو ستاش به این جواب داد که این تاجیکستان است، در کجا، چقدر، کی خواهند، همه نمود قوان نیستند. اگر او قوان بر ضرر امی خلق کردن، اون وقت من و شما فعالان جوابدار هستیم که این مسئله رو تا سطح بالا بریم. من تا خود پیش جناب ولی عرض داشتم، وقتی گفتم کارو ایدئولوژی را سخت بپید، گفتم پیشوای ملت میکنیم این کاره، لیکن مشکلات زیاد است. گفتم در خارج مردم 1 ساعت آب دارند. تلفن برداشت، اما دقیقه تلفن کرد
معاون سروزیر و مردم بیکار است، این است وای است. گفت همه اینا میشوند و ما میدونیم که همه اینا میشوند، لیکن با تنجی و امانی ضرور است. امروز میگه که بدخشان همگی 30% خود را تامین میکنه. تمام بدخشان میتونه خود را 100% تامین کنه به شرطی که اینجا اینوستیسیا بیاید. اینوستیسیا کی میباید؟ وقتی که آرامی است. در اون دنیا دیگر دولت زواد نمیسازد، دولت فابریکه نمیسازد، دولت کارخانه که استحصال نگیر، همه کار سکتور خصوصی است. لیکن برای یک توریست اینجا آمدن، برای یک اینوستر آمدن، اینجا شرایط درکار است. بغیر از اون شرایطی که میگن که اقلیم اینوستیسیونی دیگر، حسب ما اینجا ما با صلح و آرامی. تو نفری که از بیرون وقتی درباره بدخشان میشنوید آدم دیوانه میشه و تو دمی که اینجا بیاد بعد بیند بعد میفکنی چیزای خوبشن خیلی زیاد هستن ولی مشکلاتش هست. ما در دوام همین 25 سال افسوس عادت کردیم زندگی کردن با کشته روسا از روی قانون جنگل. همه چیز ممکن است، همه چیز بخشیدن ممکن است. یک نفر صحبت کرد گفت من مردم شما نمیفهم که مرده که پسرش 27 سالش کشتن و او میگه من بخشیدم. میگه حیوان وحشی را اگر بچهش دست رسی، کدام حیوانی که بچهش دست رسی او طرف میگزد میکشد، لیکن فرزند نفر میکشن 27 ساله میگه من بخشیدم. من اون بخشش های سیاسی را میفهمم چون که دیگر علاج نبود برای بخشیدن. لیکن وقتی که تو همین درجه میبرد دیگر جای بخشش هم نیست. اینجا خفش در کار نیست که اون خفه میشته چی فکر میکنند و دیگر نه پول و نه مال و نه چیز دیگر همون جگر سوختگی برای پر کردن نمیتونه. امروز در رسانه بسیار گپ میره درباره یراق. نمیگه همین کار بود نمیکردید. ما میدونیم که این یراق از کجا میبرد، همه میدونند اینه. تا سطح اولی مملکت نمیدونن. فیلم تماشا کرد که کمیته امنیت ملی هفته 2 نفر را که یراق میبرن، یراق میفروشن، بودن فاکتورها که پول دادن یراق جمع کردن، ثبات دادن که همین یراق جمع شد. با بدبختانه که یراق از اهالی مصادره کرده شد، لیکن کدام اهالی میفهمند که او یک گروه مخصوصا آزم کار کسی اما گروه به دیگر اهالی کسی کار ندارد. لیکن برای چی در همین شب روز تصور کنید که روز 15 سپتامبر اگر جناب اولی میگفتن که در مدت 1 ماه کل گروه جنایی را نیست کنید، توزیع کنید، این کنید وای کنید. امروز در اینجا ما و شما نمی ایستادیم. امروز نصف خوراک پر از خون میشده اما سوخته بود. اینا رعا هستند که اینا الیمنت هستند که با عقل سالم امکان میدن که پرابلم را به جنگ و به این و به وای حل کنند. میگم که بیا یراق جمع کنید، یک کمیسه کنید از منیتورینگ گروپ، از جامعه شهروندی. این کارتوشکا پخته نیست که گویم که یادگار 50 کیلو سپارید، این مشازاده 20 کیلو سپارید. این قانون دارد. این گفتم به طور انانیمیت به نام نشان ممکن بعد 2-3 سال معلوم شد از همان اتومات آدم کشته هستند. بعد همین اتومات محترم میرزا نبات سپاریده است. من در 2012 دیدم آدم روشن بسته بودن، زبان خود می پرتاف اتومات رفت. کی بود چی بود دیگر باید کار نداریم چون که حکومت امکان داد که تو سپار ما دیگر در پای سراغ تو نیستیم. امروز در رسانه خبری هر گپ و بخصوص وطنداران ما که امروز بیرون از بدخشان هستند بر نصیحت میکنند و وصیت میکنند و راه را میگی که خودشون قانون عادی دولت نمیفهمند. بنابراین من از محترم رئیس کمیته امنیت ملی، از محترم پروکورور جنرالی، از نفرانی که همینجا شرکت ورزیدن بسیار متشکرم. از کل کمک دستگیری که شما در مدت همین 1 ماه با مقامات دستگیری کرده خیلی سپاسگزار هستم. امید دارم که از همین روز از همین ساعت با بدخشان تنجی امانی میبرد و ولایت قانون از همین روز تامین میگردد و ما باید این روز در فکر زمستان باشیم. راه چه میخوب شود، غذا چه میشود، او ابیکتور چه گرم کنیم
از پای زندگی روزمره از پای کاری که اکتن باید ساختارهای مقامات دولتی کنند، نه از پای جمع کردن یراق و مواد مخدر و دیگر چیزها.